از تو دیوار 2 تا مصاحبه کاری ردیف شد. بریم که داشته باشیم ببینیم نتیجهش چی میشه. مجموعه پوشاک زی کالکشن داخل ایران مال طبقه G2 روبروی کافه ورزش. اولین پروژه همیشه سخت‌ترین پروژه است چون شما آشنایی کامل با اعضای تیم ندارین، پروژه‌تون بیشتر طول میکشه، اونا یه انتظار دیگه ای دارن و اینکه شما بتونی اینو مدیریت بکنی خیلی 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 کار سختیه. ولی نگرانش نباشین، با چند بار تجربه قطعاً به نتیجه میرسید. یکی از حسناش برای من این بود که چون کار پوشاکه و من یکی دیگه از کارهام کار پوشاک بانوان دقیقاً تقریباً میدونستم چی میخوام. پکیجمون این بود که 6 تا 7 تا ریلز رو براشون بگیرم، 20 تا 25 تا استوری برای 2 هفته. ویوهاشون رو بیشتر بکنم، ویوهاشون رو بهتر بکنم. یکی از چالشاشون ویوهای استوریشون بود و فکر میکردن که قرار نیست دیگه نتیجه بگیره و به قول خودشون من گزینه آخرشون بودم و اگر که این هم نمیشد در اینستا رو تخته میکردم که خب شد و نتیجه خوبی هم داد.